در مرگ گبزنی به اخلا را بین. و آدم مرد است. ای یزنم مرا ببخشو، از کجا باور داری که او اژدهای سرخ است عجبا؟ باوری دارم چون که آدم را خودم پروندم. مردک نیقابشم من خودم با دستای خودم کشیده گرفتم. یکمین آدمی که روش شدید لوین بود. لوین. بله مرد. آخر من هم میدانم که مرد. تو از کجا میدونی؟ نه آخر تو مرده است گویی مرده است. انیق به تو باور دارم منال جان. تا روی مرده اون آدم رو نبینم راحت خوب نمیروم. در اصل اگر روی مرده رو بینی خوابت نمیبرد زهرا، خوابت میگریزد. بیا ما میرویم از اینجا. به هیچ کجا نمیروم، میبینم. بله اونال هممون دیدن میخواهیم. کشو میگوی سگ بچه کرده است اینو دیدنی رفتیستن. با خدایه. خب مادامی که دیدن میخواهی همین است. اول من کشویم. کشو من ببینم کشویم. خدایا تو چی کار میکنی؟ من رو کشتن خواست تو دیدن میخوایی. یک سویست من میبینم. ایسته اول من ببینم صبر کن. تو چرا میبینی؟ شما مگر دیوانه هستید؟ اکاونر چی خیلی هر کدامش 20 سومونی بگیریم بعد روی اژدها رو سرخه ببینم. یک طرفیست من ببینم. مردک من شما را گفتم که امیر بیا لابراتوار دا بفروشیم گپا نگرفتی. لوین پسرم سفسطه نگو که با خدا تو رو هم بنده او میفرستم. فهمیدی؟ اول من میبینم گفتم. خدا ای دختر منتظری نوبتت باش. اول من میبینم. با اون طرف نکشید. گفتم که من اول من ملیس گفتم که من اینجا چرا میبینم. نکنی ساختکار کنی یک سویست. چه گپ میزنی؟ برای دیدن این مرده خودمان را میکشیم مگر دیوانه؟ بس هسته؟ بس هست. این مرده رو دیوانه کرده. سراسیمه نشوین همه تون میبینی. با همه تون نوان نیرسد. ببینید آخر. مرحمت. انا به شما اژدها. همین بود؟ مثل که مونن مرد است. برای همین شاید وجودش ایوه شده باشد. خدا رحمت کنه ماما یک کمپیری بدروی بود. وقتی که مرد روش سب سفیدید خشروشی کلیسکای ماما رحمتیم اژدهار سیاه بود. اژدها این است. این را من کشتم. پاره کردم. ببینید. مرده کلام به عقلی نکن. مرده را میترسونی. پدر جان با تو چی شده از قربانت شوم؟ خاموش باش ناخلف. خدا را شکر زیاد که از این دیوانه خلاص شدیم. در ماه رمضان بلای بالای سرمان رو ببینده. برادر تو فکر کردی با شمشیر آدم ها رو پاره میکنی؟ انا دیدیم اکنون عاقبتت چی شد. اگر تو شمشیر داشته باشی من هم ماشین دارم. تو رو چه زدم چی؟ کیلاس چی گفتی؟ من چیزی نگفتم. نه در جهنم عذاب دهندگان زیاد باشند. عذابی سخت کشی نجات نیابی گفتم من. حریفی افلاس در دوزخ میسوزی انشالله. جزای به دختر هجوم کردن رو میبینی. با قری دوزخ روی انشالله. میکرم سلاحی بابایم رو پاره کردی. در جهنم سوخته کر شوی انشالله. افلاس ابلیس لعنتی متهم و دخلاق گپ زنی آدم به عقل بین نخوا آدم پشتی مرده گپ بزنه. شما چه خیلی آدمین؟ یه انسانی پس بدستی. از پسش نگه در رویش گفته ایستادم. توبه این ابله برادری من شوکت را کشت. راحت خواب کن برادرم. سردارمه حقیقت رو با این آدم ها فهمونید. ببینید چقدر هم از ایخن. لوین چی را میفهماند؟ و اصلا ما برای دستگیر کردن این اژدهای سرخ نقشه کشیدیم. نقشه؟ کانونی دیوانه و شوکت را مرده نشان دادیم. چه خیر؟ یعنی شوکت و کانونی دیوانه زنده اند. چی؟ زنده است؟ زنده؟ شوکت نمرده است یعنی زنده است. گفتیم که برادر زنده اند و خیر. سراشون با بین بستگی نه که حضورش هر دوشون زنده اند. اونها که زنده باشند ما آش خدایی کی رو خوردیم؟ شوکت زنده است. تو چه خیر خبری خوش دادی.
بیا تو را ببوسم. ای آشنا رها کن مرا خبری خوش یکی زن نبودم بیا تو را هم ببوسم. میکنه برای شوکت زنده است. کنی بیا تو را هم ببوسم. شوکت زنده است. چیکار کرده ایسا دیزیو؟ дар пуштам пинҳон шав, ин хатарнок аст. ҳамаро буса мекунад. بیا تو را هم ببوسم. یک سویست رها کن پسرم را بیا تو را هم ببوسم. صدقت مرا فریبگرد افلاس ناکس کمیسر لوین یک بار دیگر شما را هم ببوسم. بیا کمیسر. به عقلی کدوم مردک بوسیده گمشه میجه بس کن اکنون مردک به عقلی که مردک بوسه میکنه همه جا منو پریتوف کرد حیوان دهانت بو میکنه براوس گمشه به عقلی نمیشیدنی شد بسیار خرسند شدم از همین خاطر. بگی دست بخدا شما دیدم کلتا کلا تمام اکنون همه به خانه شود اکنون همه در امن است روید اینجا رو ترک کنید روید